تو کتاب ذهنیت برنده جیمز کلیر میگه که برای یه زندانی که تمام عمرش رو در سلول انفرادی گذرونده، حتی یه عنکبوت هم میتونه منبعی بزرگی برای سرگرمی باشه. سورن کیرکگارد معتقده که میتونیم به راحتی زندگی خودمون رو با شکایت از فرصت‌هایی که از ما دریغ میکنه و در انتظار منابعی که برای تحقق اهدافمون به اون نیاز داریم سپری کنیم، یا میتونیم به جای اینکه فقط دست روی دست بذاریم از همین محدودیت‌های خودمون برای ایجاد خلاقیت بهره ببریم. میتونیم محدودیت‌های خودمون رو با آغوش باز پذیرا باشیم و از اون برای تقویت و توسعه مهارت‌های خودمون کمک بگیریم. مشکل ما فرصتایی که در اختیارمون قرار میگیرن یا نمیگیرن نیست. مشکل ما نحوه استفاده از اونهاست. اگه میخواید بنویسید اما مخاطبای زیادی ندارید، مسئله این نیست. این محدودیت شماست. چطور میتونید یه اثری برای گوشه کوچیکی از جهان خلق کنید؟ تنها چیزی که برای شروع یه زندگی جدید لازم دارید، دیدگاهی جدیده. از زاویه دیگه‌ای به زندگیتون بنگرید. اجازه بدید که محدودیت‌ها شما رو مملو از قدرت کنن، نه اینکه شما رو از قدرت تهی کنن. هرچی بیشتر خودمون رو محدود کنیم، مدبرتر میشیم.